آماده ای که هر خواسته و آرزویی که داری به واقعیت تبدیل بشه؟ توی این ویدیو میخوام یک روش قدیمی و فوق‌العاده قدرتمند رو باهاتون به اشتراک بذارم. پس با من همراه باشید. سلام عزیزای دلم، به کانال متا سمیرا خوش اومدید. میخوام توی این ویدیو روش فوق‌العاده رو بهتون یاد بدم، اما قبل از اون ازتون میخوام که حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا به راحتی به ویدیوهای دیگه هم وقتی برای شما میذاریم دسترسی داشته باشید. خب توی این ویدیو که میخوام بهتون بگم یک روش قدیمی که مثل جادو عمل میکنه و میتونه تغییرات بزرگی رو برای ما ایجاد کنه رو میخوام بهتون یاد بدم. یه تمرین ساده ولی بسیار قدرتمنده که این امکان رو به ما میده که ارتعاشاتمون رو بالا ببریم و باورهای محدود کننده و بلاک‌های ذهنی از سر راهمون برداشته بشه. این تکنیک قرنها و سالهاست برای جذب معجزه استفاده میشه و برای انجامش به کمی آب و فقط نمک نیاز داریم تا بتونیم به فراوانی و خواسته هایی که لیاقتش رو داریم برسیم. این ترکیب آب و نمک انرژی های ما رو در سطح بالایی پاکسازی میکنه. اما قبل از انجامش این قول رو به خودتون و به من بدین که این کار رو با حس خوب، نیت و قصد پاک و باور به پتانسیل های نامحدود جهان هستی انجام بدین و من هم بهتون قول میدم تأثیرات فوق‌العاده و شگفت انگیزی براتون داشته باشه. برای انجام این تکنیک اول از همه باید بدونید که قدردانی و شکرگزاری ارتعاش شما رو به شدت بالا میبره و نزدیکترین ارتعاش به ارتعاش خداوند شکرگزاری هستش. پس برای انجام این تکنیک تایمر موبایلتون رو روی 1 دقیقه قرار بدین و در همین 1 دقیقه به اطرافتون نگاه کنید و آگاهانه به دهاشتهاتون توجه کنید. برای هوایی که نفس میکشید، موبایلی که همین الان تو دستتونه و دارید باهاش این ویدیو رو گوش میدین، شاید خونه‌ای که توش زندگی میکنید، سلامتی خودتون. اگه چیزی هم به ذهنتون نمیرسه من کمکتون میکنم. پس با صدای رسا و حس خوب بگید: سپاسگزارم برای سقفی که بالای سرمه. سپاسگزارم برای دستهام، چشمهام، پاهام. سپاسگزارم برای خانوادم، برای پدرم، مادرم، دوستان خوبم. سپاسگزارم برای درختان و گلهای زیبا. توجه کنید که چقدر نعمت و فراوانی اطراف شما هست و این انرژی قدردانی رو در وجود خودتون کاملا حس کنید. وقتی 1 دقیقه تموم شد در همین حالت احساسی چند لحظه بنشینید و چند تا نفس عمیق بکشید و انرژی که چند لحظه پیش در وجودتون ایجاد کردی رو کاملا حس کنید و گسترش بدید. این انرژی و ارتعاشی هست که لازمه برای انجام این تکنیک داشته باشیم تا با ارتعاش معجزات بزرگ هماهنگ و هم ارتعاش بشیم و شما الان در همین فرکانس و انرژی هستید. حالا در همین حالت به خواسته‌ای که دارید دقیق فکر کنید. دقیقاً به همون خواسته‌ای که میخواین وارد زندگیتون بشه. اما فقط به خواستتون فکر نکنید. یک کاغذ و خودکار بیارید و روی کاغذ هم بنویسید که نوشتن قدرت بالایی داره. همونطور که مینویسید احساسات خودتون رو هم درگیر کنید. شروع کنید تصور کنید چیزی که میخواین رو الان دارید. همه حواستون رو درگیر کنید. به صداها گوش کنید. به بویی که در اطراف شما هست. به خواستتون دست بزنید. لمسش کنید. کاملا خواستتون رو ببینید. مثلا اگه جذب عشق و ازدواج خواستتون هست، خودتون رو در یک رابطه عاشقانه با همسرتون ببینید یا در جشن ازدواجتون. صداها رو بشنوید. بوی عطر اون شخص و یا هر چیزی که در اطرافتون هست رو حس کنید.
این تصویرسازی رو خلاقانه و دقیق انجام بدین و از همه مهمتر خواستتون رو به زمان حال بنویسید که انگار اون رو دارید و در حال تجربه کردنش هستید. برای مثال، من خیلی سپاسگزارم برای همسر عزیزی که در زندگیم دارم و هر روز عشق و شادی رو تجربه می کنم. و برای جذب پول، خدایا شکرت که مبلغ پولی که میخواستم رو الان توی زندگیم دارم و ازش استفاده میکنم. جملتون رو هر طور که حس بهتری بهتون میده، حس قدردانی، شادی و بیشتری بهتون میده بنویسید. دقت کنید به این که چطور قرار تبدیل به واقعیت بشه. فقط خواستتون رو بنویسید طوری که انگار الان اون رو دارید و در این زمان حس شادی و هیجان خواستتون رو داشته باشید و جملتون رو هم چند بار بخونید. حالا در مرحله بعد برای اینکه معجزه اتفاق بیفته به یک کاسه یا یک فنجون آب و کمی نمک نیاز داریم. میتونید از نمک دریا یا نمک معمولی استفاده کنید. 2 قاشق نمک رو توی یک فنجون آب بریزید. آب و نمک رو با هم مخلوط کنید تا کاملا نمک در آب حل بشه. نمک خاصیت پاک کنندگی داره و از قدیم الایام برای پاکسازی انرژی ها و افکار منفی استفاده می شده. حالا ما در این روش از همین قدرت نمک استفاده می کنیم. پس اون کاغذی که خواستتون رو روش نوشتید بردارید و برای آخرین بار با صدای بلند جمله‌ای که نوشتین رو بخونید و نام خودتون امضا کنید پایینش و تمام. یعنی اسمتون رو زیر اون جمله بنویسید و بعد به آرومی کاغذ رو درون آب نمک قرار بدید. اجازه بدین کاملا خیس بشه، کاملا در آب غوطه‌ور بشه و فرو بره. و کاری که الان باید بکنید اینه که به جهان هستی اعتماد کنید. به اینکه چطور و چه زمانی تبدیل میشه اصلا فکر نکنید. به آرزوتون با حس خوب بگید انرژی های من پاکسازی شده و من آماده دریافت خواستم هستم. حالا میتونید برای چند ساعت و یا یک شب تا صبح کاغذ رو بذارید داخل اون ظرف آب و نمک یک گوشه‌ای بمونه. بعد از اون کاغذ رو از آب خارج کنید و بذارید خشک بشه. یادتون باشه، دوباره میگم، رها کنید و به زمانبندی کائنات اعتماد کامل داشته باشید. حالا میتونید کاغذ رو بسوزونید و خاکسترش رو به آب بدین یا نه کاغذ رو نگه دارید به عنوان هدفی که به زودی بهش میرسید و اون آب نمک رو هم در سینک خالی کنید. این کار رو انجام بدین. بهتون قول میدم اگه با حس خوب، قصد و نیت پاک انجام بدین نتایج شگفت‌انگیزی میبینید، طوری که خود شما هم باورتون نمیشه و معجزه یکی پس از دیگری وارد زندگیتون میشه. این تکنیکی که بهتون میگم تکنیک فوق‌العاده‌ای هستش. پس حتما توی کامنت ها نظرات خودتون رو برام بنویسید. کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید و بعد هم بیاین نتایجتون رو به من بگین. من سمیرا میس هستم. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.